هفتمین دوره بازی‌های آسیایی برای نخستین بار در خاورمیانه به میزبانی تهران، ایران برگزار شد. مجموعه ورزشی آریامهر تهران و دهکده المپیک به منظور برگزاری هفتمین دوره بازی‌های آسیایی در سال 1353 و در استانداردهای بین المللی و با مساحت 460 هکتار در غرب تهران ساخته شد. از فناوری پیشرفته در برگزاری بازی‌ها می‌توان به پیست مصنوعی، دوربین‌های فوتوفینیش و نورپردازی شگفت انگیز ورزشگاه‌ها با پروژکتورهای هایلوکس اشاره کرد که در زمان خود به روزترین و پیشرفته‌ترین بودند. و همچنین مجموعه ورزشی تختی تهران برای این بازی‌ها ساخته شد و اینگونه شد که برای نخستین بار بازی‌های آسیایی در خاورمیانه و در تهران، ایران برگزار شد که از 10 تا 25 شهریور ماه سال 1353 برابر با 1 تا 16 سپتامبر 1974 به درازه انجامید که ما در بسیاری از رشته‌ها خوش درخشیدیم. در طول تاریخ برگزاری بازی‌های المپیک میتوان المپیک 1948 لندن را که پس از دومین جنگ خانمانسوز و ویرانگر و عالمگیر روی داد را به یادماندنی ترین نشان دانست، چرا که تمام نبردها در میدان جنگ با سرنیزه حالا بدل شده بود به فرصت افتخار آفرینی و رقابت در فضای نو. پیامد آن المپیک در لندن سخن برگزاری رقابت‌هایی برای آسیب دیدگان جنگ به میان آمد و تصویب شد که سالها پس از آن پارالمپیک نام گرفت. در دوره برگزاری المپیک لندن، ساندی گرودات از کمیته المپیک هند ایده برگزاری رقابت‌هایی با در بر گرفتن تمام نقاط آسیا را داشت و نه رقابت‌های منطقه‌ای. قرار شد اولین دوره هم 2 سال بعد یعنی 1950 در هندوستان و به رهبری جواهر نعل نهرو اولین نخست وزیر هند پس از اعلام استقلال در 15 اوت 1947 برگزار شود. میزبان در تدارک رقابت‌ها با مشکل مواجه شد و به این ترتیب اولین دوره با 1 سال تأخیر یعنی 4 مارس 1951 با حضور 11 کشور به انجام رسید. طبیعتاً هنوز خبری از کشورهای عربی نبود و ایران یگانه نماینده خاورمیانه در این دوره بود. دومین دوره در مانیل برگزار شد و سپس توکیو، جاکارتا، 5مین و 6مین دوره هم پیاپی در بانکوک میزبانی شد تا با رسیدن 7مین دوره بازی‌های آسیایی ایران میزبان این دوره از بازی‌ها شد. در طول برگزاری بازی‌های آسیایی میتوان 7مین دوره این بازی‌ها را که میزبانی ایران برگزار میشد را از نظر هماهنگی، میزبانی، امکانات، امنیت و پیشبرد بازی‌ها یکی از باشکوه‌ترین و منظم‌ترین میزبانی‌ها دانست. آن مقطع زمانی ضمن آنکه دوران شکوفایی اقتصاد ایران قلمداد میشد، عصر طلایی تاریخ ورزش این کشور هم بود. از ویژگی‌های 7مین دوره بازی‌ها باید به افزوده شدن رشته‌های شمشیربازی، ژیمناستیک و بسکتبال زنان برای نخستین بار به بازی‌ها اشاره کرد. سیاست همچنین نقش بزرگی در این بازی‌ها داشت. در نشست فدراسیون بازی‌های آسیایی که 10 ماه پیش از بازی‌ها برگزار شد، جمهوری چین، تایوان از بازی‌ها کنار گذاشته شده و جمهوری خلق چین به جشن پذیرفته شد و همچنین از جایی که در المپیک مونیخ سال 1972 یک گروه تروریستی فلسطینی به کمپ تیم اسرائیل رخنه کردند که پیامد آن کشته شدن 11 اسرائیلی، 7 فلسطینی و یک مأمور پلیس آلمان در کمتر از 24 ساعت بود،
برای جلوگیری از چنین اقداماتی تدابیر امنیتی گسترده‌ای برای برگزاری هفتمین دوره بازی‌های آسیایی در تهران به خاطر تهدید فلسطینی‌ها و یک فرقه ژاپنی اتخاذ شده بود، چرا که در بازی‌های آسیایی تهران کاروان ورزشی اسرائیل نیز حضور داشت. اینک مروری می‌کنیم به سرآمد دسترنج ورزشکاران رشته‌های گوناگون ایران در بازی‌های آسیایی 1974 تهران. 400 ورزشکار ایرانی در هفتمین دوره بازی‌های آسیایی 36 مدال طلا، 28 نقره و 17 برنز در مجموع 81 مدال گرفتند تا پس از ژاپن در رده دوم بایستند. تیمور قیاسی در رقابتی نفسگیر با رقیب چینی بار دیگر طلای پرش ارتفاع را گرفت و رکورد آسیا را ترقی داد. فرامرز آصف، خواننده مشهور کنونی مقیم آمریکا، نیز برنز پرش 3 گام را نصیب خود کرد. در سال 1974 تعدادی بوئینگ 727 وارد ناوگان هوایی هما شد تا علاقه‌مندان به رشته‌های گوناگون ورزشی بتوانند برای دنبال کردن بازی‌های آسیایی از نزدیک و حمایت از کشورهایشان در این پیکارها راحت و آسان به تهران سفر کنند و در پایان آسوده به خانه بازگردند. این نخستین و آخرین باری بود که جامعه ورزش و میهن شاهد میزبانی یک تورنمنت بزرگ در قاره کهن بود. پس از بازی‌های آسیایی که محکی بر توانایی و امکانات ما بود، ایران خودش را برای برگزاری المپیک 1984 آماده می‌کرد که با انقلاب 57 این رویا از دست رفت و المپیک 84 به جای تهران در لس آنجلس میزبانی شد. با پیشروی‌های شاه مخالفیم که پیشروی‌ها او ما را به عقب برگردانده و ما حالا سالهای طولانی باید ایران زحمت بکشد تا اینکه ایران را به حالی برساند که ترمیم بکند این فسادهایی که شاه در ایران ایجاد کرده و این خرابی‌ها را که به بار آورده.